عزیز دوی شما رو در کدام حالت خود رو شخصی بجهل می‌سازید؟ در کدام حالت شما غضبی میشه؟ بد خشم میشه ویدیو بایسیلو. کاری می‌زنی اون کسی؟ خب من البته زیادتر خشم نمیشم چون همیشه آرام هستم. خب در هر شرایط فرق میکنم بود انسان بعضی اوقات بالای بسیار چیزای کوچک اصلا نمیارزه که آدم خشمگین شه و خشمگین میشه. اینطور همیشه چیز خاصی نیست که من رو آزار بده خشمگین بسه. 100% انسان‌ها همینطور میگن تو بد خشم شدنشون میگن که من نفری آرام من تماما یگون نفر رو داشتم و میگم یگون سخنی بعد نگم بعد از اون که یگون گپ شد بعداً تموم شد که اصلا هوشیاری 13 یکم کی میفروید بوریس بیروس صدرالدین بعداً شفیق. خب البته من زمین خاطر گفتم که کدام دلیل خاص وجود نداره. هر وقت هر چیز میتونه بهانه شود که من خشمگین شوم. کدام کار خاصی نیست که بگویم فلان کار باعث میشه که من خشمگین شوم. البته اکثرا من کوشش میکنم که خشم خودم بخورم و اصطلاح قهر نشم. زیادتر کنترل میکنم ولی بعضی اوقات ما هم انسان هستیم خشمگین میشیم و حالتهای رخ میده. ولی الان گپی دیگر رو کنم. صدرالدین چیکار میکنه بعد خشم شد؟ من همیشه کوشش میکنم که خشمگین نشم و همیشه کوشش میکنم که در احاطه خنده باشد یعنی شوخی باشد. لیکن اگر هم خشمگین شوم خدا نگاه کنه باشه همه که در اطراف ما هستن همیشه وقت در خونه همین حالت ها میشود همه از من میگریزن. بله چی راستش میگم چی دروغ میگم لیکن همیشه کوشش میکنم که شوخ طبیعت باشم همیشه با خنده در خونه. شما تصور مگر تا به حال ببخشید من تا به حال که دوباره آمدیم صدرالدین دیدیم ما اصلا خشم ندیدیم. خدا نشان نده اینا میگن اگر هر کسی در چهار طرف باشه خطرناک است. ما میخوایم همیشه خندان ببینیم. صدرالدین نجمیدین در مورد چی گفته است؟ همه یک جا میبریم از مورد استودیو. خب سوال نوبتی در مورد این گونه سوال است. از نگاه شما کدام کشفیاتی اولا بهترین است؟ سوالی علمی است تو در حقیقت علمی است. با فکر شما کدام کشفیاتی اولا بهترین است؟ مثلا چگونه کشفیات های تکنولوژی علمی مثلا زندگی شما رو چی براحت کرده از کشفیات ها؟ اول خانوما مرام تشکر صدرالدین جان. فکر کنم خودش تا به حال سوال جوابش نیافته. فکر میکنم برای صدرالدین اصلا برای صدرالدین از همه کشفیات بهترین اولم این عینک میباشه. بله چون داخل استودیو هم زدن عینک اما در شب خوبم جدا نمیشن از اصلا من مردی عینکی هستم. من غیر از این با عینکی برای یعنی فکر کنم میزه بهشان از خاطر. بله عینک من میگن اونا گفتم ممکن است مرحمت کشفیاتی که با فکر شما. خب من فکر کنم تا به حال همه کشفیاتی که شده به نفع بشریت بوده برای سهولت بشریت بوده ولی یکی از بهترین کشفیاتی که ما هم استفاده میکنیم از اون برق است. برق چیزی است که همه نیاز داریم. تقریبا همه کارهای ما وابسته به او است و فکر کنم بدون برق حال ما فکر کردن نمیتونیم که زندگی کنیم. سویت میگه شما من روزی هستم با این فکر من یکی از یک کشفیات روزی نیستم. همین تلفن کسی برآورده همون من روزی نیستم. برای چی؟ من میخواستم که همین تلفن‌های پیشتر چه با سیم بود در خانه ها بود یک عشق داشت یک محبت داشت یک یعنی کوشش می‌کردی که زود با هم یعنی همسایه‌ها و با دوستا و با خویشاوندان زنگ می‌زدی احوالپرسی می‌کردی. خودی این همه را دروغگو کرده است. یعنی شما روزی نیستید با این روزی است. اما از همهش روزی نیست دیگر از کشفیات تکنولوژی چیز است. یعنی خوشحال هستیم یعنی باز می‌خوایم پیشروی شود لیکن همین راستگاه شوخی کرده که در اصل شوخی معنی یعنی چی دارد؟ حقیقت دارد. مهر و محبت صمیمی رو بین دوستان نزدیکان گم کرده است. عزیز باز بنویسد با ما مثلا این سوال آماده کنم بوری سوال رو این گونه است. سوالی دیگر کدام خوراک طبع شما رو بریده میگرداند؟ شاید گفتنیم که کدام خوراک برایشان پسند است؟ برای هر دو مهمانی عزیز نوشتم. خب بسیار یک سوال خوب. البته یکی از بهترین سوالایی است چون من بسیار شکم دوستم غذا زیاد دوست دارم. زیادتر کدام خوراک ریستیم؟ تقریبا بجز از شلغم همه غذا رو من دوست دارم. برای فهم شلغم چی میگن شما؟ شلغم. بجز از شلغم که او را هم بعض اوقات داخل سوپ اگر بپزن او را هم دوست ندارم. ولی غذایی که زیاد خاص دوست دارم از افغانی آشک، منتو، برنج که شما آش میگین، قابلی پلاو. از غذای تاجیکی هم آش تاجیکی رو بسیار دوست دارم که تقریبا 2 بار شده و حال هم تجربه دارم غذای نو ببینم که دیگر چی خروتاب استعمال کرده؟ خروتاب فکر کنم که نه چکه خوردیم. چکه استعمال کرد خروتاب نه. نه خروتاب. امروز باشد صدرالدین میدونید با کجا رفتن؟ بله بازی ماست. خروتاب خورد.
بعدا دیت فراموش کردم آنم برای همون من فکر کردم که غذا شاید از او طعامایی که یعنی چربی از زیاد نخوره برای اینه که قرطب حتما نبریم شاید دفعه اول که اومده بود رمضان بود هیچ نمیشد که قرطب در رمضان چی میخرید بله فعلا روزی میشه قرطب دفعه اول مهمان روزه گرفتن بله خوراک دوست داشته شما صدری سوالی از عزیز خوراک‌های تاجیکی حتما بیشتر آش پلاو رو دوست می‌دارم همیشه وقتی که میخوام خوراک‌های تاجیکی یعنی استعمال کنم در خونه فرمایش میدم که آش پلاو بعدا در یکی از مجله‌های با نفوذ خوندم مجله‌های با نفوذ مثلا شکمی پر اسرار نام داشت این مجله در اونجا گفته بود که تو تورب بریان رو دوست می‌داری یعنی چی تورب بریان تورب را خیلی دوست می‌دارم بریان نه سوال از خودش گفته کرده آش با مجله شکمی پر اسرار یعنی آش به تورب هیچی از این یا چیزی جدا نشونده از خوراک‌های خارجی باشد بسیار خوراک‌های طعام‌هایی که طعام‌های افغانی و ایرانی است دوست می‌دارم و این چنین غذای خیتایی یعنی چاینزی دوست می‌دارم چاینزی این چی گفتم کیه داشتم داده من نمیدونم شما کی داشتم داده صدردین شما کی داشتم داده خب از رقم 1166 زنگ میزنن سلام روز بخیر نامی شما الو سلام علیکم و علیکم السلام روز بخیر باشد روز شما بخیر شما باشد مهمونی عزیز تشکر سلامت باشین قربان یک سوال داشتم که نام من مشهوره زنده یک باشید سوال داشتم که همین زندگی شما وقتی شما زندگی با چی شیرین است با شکر سوال با کی بود؟ با هر دوی شما زندگی با چی شیرین است من فکر کنم زندگی با عشق قبلا شما سوالم کردین که عشق یعنی چی من فکر میکنم تعبیری که من از عشق دارم عشق یعنی امید است و هیچ زندگی بدون امید امکان نداره وقتی که انسان امید در زندگی نداشت فکر کنیم که هیچ چیز در زندگی نیست بی معنی است من فکر کنم عشق امید آرزو بدون از این زندگی ناممکن است لایک ده جواب دادم من چی جواب دادم من همین کار کردم من امروزی منم روزی هست منم پوش زنگی نوبتی سلام علیکم روز بخیر سلام علیکم روز بخیر باشد خوب نام شما تشکر امید جان هستم از نوحه عینی خوب امید جان گوش دارم شما رو قبلا بانوی جانم عزیز و ارجمند بانو فیضان را به تاجیکستان آفتاب رویه خوش آمدید میگویم تشکر برادر عزیز سلامت باشین و میخوام اگر اجازه بانو فیضان باشد یک سرود معمولی که با صدرالدین نشمیدین سرایدن با اون کسر میترش رو زمزمه بینمایم همراه زمزمه کردم میخوام ولی اگر لطفی بانو فیضان باشد حتما چرا نه و دو دیده جان من قربانیم خندیدن و نازیدن ایزو همراه شد خب لب به لب بنهادن و از شور دل لرزیدنت دوام دید عمر من قربانیم ساعت که از بود تو کنار با هوای ضرب دل بالیدن و رقصیدن امید جان با شما خیزا لازم نبود خدا خب امید جان احسن بگی صدایتون بسیار زیبا صدایتون اگر گفتگی باشد از بانو فیضان و برادر عزیز صدرالدین خواهش جان میکنم زنده باشی امید جان خسته نباشی دوام تیم خجورا جان ما داگوی تو تمام بسیار زیبا صدرالدین نجمی دو دادن برای شما امید جان سرنده ایپی هم تو پوست پیدا میگیره در صنعت تاجیک شنونده نوبتی ما سلام علیکم گوش میکنیم شما رو خود رو معرفی کنید بلندتر حرف زنید خواهش میکنم دیروز از شهر شنبه کجا بهترین فیروز صبحانه خورده در علاقه یا اینکه نه خورده من که خوب است من گفتم برای چی شما اینقدر بی‌حال می‌دارید مرحمت سوال شما رو گوش میکنن صدرالدین و غزال من کارگی امیر اثر صدرالدین و فازیزادون آمده میگه من سجاو اثر صدرالدین را سوال دادیم که اخیلی چیان باشه غیر یعنی کاری اوپیدی اگان کاری یکم بیزنس داره اگر اما خیلی تشکر برادر عزیز یکم تجارت دیگر داره صدرالدین نه راستی گفت من همیشه از طرفای کاری هنری هستم و فکر میکنم که اگر به یگون تجارت اگر مشغول شوم کاری هنری رو کنار میگذارم و با این وقت هم پیدا نمیکنم
تجارتی مشهور است در تاجیکستان ماشین بیزنس. من راستی آدمی تجارتی نیستم و همیشه شکرانه از آن میکنم که خدا را شکر که هنری من یعنی خریدار دارد و کوشش میکنم که همیشه خریدارای خود رو نگه دارم و احترام با آنها گذارم. صفات نقض باشد در پیوسته. سوالم به شما نیست. خب البته من هم تا به حال بزنس دیگه ندارم ولی تحصیل میکنم، کالج میخوانم به کانادا. کدام اختصاص؟ من ادبیات میخوانم ولی ادبیات انگلیسی. بهترین معلمه. انشالله انشالله بخیر. و من فکر میکنم اگر کسی میخواد هنر با وجه اصلا پیش ببره یک مسئولیت بسیار بزرگ است. نمیشه که دو تربوز با یک دست گرفت. ما اصطلاح داریم چون نه از این میشدم نه از او. اگر آدم بخواد با وجه اصلا یک کار پیش ببره باید همه توجه خود به یک کار بندازه و هنر هم یک مسئولیت بسیار بزرگ است. همه مردم توقع کار خوب می داشته باشن و آدم بسیار زیاد بکوشه تا اینکه از عهده تنها هنر بره. بهترین. تشکر. سلام علیکم. السلام علیکم. سلام گیرونی مبارک دیگه و مهمانش میره خوش آمدید میگم. تشکر. دو تا سوال با تجدید میشن یک تا سوال با زودی. شما در کنسرت جنبه چطور داشته اید؟ در کنسرت شما جنبه حضور دارد یا اینکه نه؟ چیگه با ای فرانکو. خوش جواب چه؟ جانی بیگ میشود در کنسرت شما یا نه؟ جانی بیگ و استاد جانی بیگ رو ما حتما دعوت میکنم، دعوت کردم و قبلا و انشالله باوری دارم که مهمون میشوند و تمام همین سوال بودم. بله جواب سوال دوم. شما باور دارید که 3 روز کنسرت داره در همین 3 روز کلا را ساز این میدونید جانی بیگ مراد سوال داده ایستودن جونی بگیر تلفن رو. جانی بیگ با گوشش بالانتر حرف زد. بله اشکال است. شما باور دارید که 3 روز کنسرت داره در همین 3 روز کلا را پر از مخلص خود می‌کنه. باوری داریم. تشکر و من فکر میکنم خواهر عزیز که اولا که همیشه تقدیر ما در دست الله بزرگ است و ما هیچ پیشگویی کرده نمیتونم. اگر من پیشگویی کرده میتوانستم بسیار چیزا رو پیشگویی میکردم، لیکن من باور دارم که تا این روز مخلصان عزیز من هیچ گام را در کنار نگذاشتن و در این شب و روزها انشالله باوری دارم که در کنار نمیستن و همراه من میباشن و همیشه گفتی شما که باوری همیشه در من بود و من کوشش میکنم که باوری که در خود دارم همیشه در زندگان رو از دست ندم. خدا برای هم کاراتان یک سوال دیگر با بزرگ داد. شما بغیر از تجربیم باز با کدام هنرمندان توجیه همکاری دارد و چیزا میخوام که درست هدر یا تجربیم یا جنبی یا بانو زیزا و برای هر شما در کار و در جلای ایجادتون برای کامیابی تشکر خواهر عزیز. خلاقای بلندی ایجادی درسته من دم راهیله. لطف شما. تشکر خواهر عزیزم. به جواب سوال شما ما تا به حال بجز از صدرالدین با هیچ هنرمند یا آوازخوان تاجیک همکاری نداشتیم ولی علاقه‌مند همه هنرمندای عزیز تاجیکستان هستم چون همشون بسیار زیبا میخوانند و همشون پر از استعداد و سرشار از استعداد هستند. از جمله یکی از هنرمندای دیگه که از خانم هستند و زیاد علاقه‌مند صدایشان هستم و در داخل افغانستان استعداد و شهرت و آواز از اینا محشر برپا کرده. اونا ماهره طاهری هستن که من بسیار علاقه‌مند صدایشان هستم و متوقع همه هنرمندایی که کار میکنن کارشان خارق العاده است. زیباست، دوست دارم. بله خوجازیر یک بار реклама گوید شما. Реклама. Вау! А это что за красотка? Это реклама. سوال تمیز زیبا بود که تلفن جوری میکنه. بسیار خوب شد که Thank you.